Our World, Our Community with Debbie Amini. روز بخیر شنوندگان عزیز رادیو ایران، دبی امینی هستم. خوشحالم در یکی دیگه از برنامه‌های دنیای ما، جامعه شما، در خدمت شما عزیزان هستم و میهمان عزیز برنامه امروز در این برنامه میزبان یکی از چهره‌های برجسته و خلاق در حوزه فناوری و نوآوری هستیم. مهندس محسن بهمنی، مخترع و مهندس مکانیک با مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه معتبر KIT آلمان که در حال حاضر هم از راه دور از آلمان میهمان برنامه هستند. ایشون بیش از یک دهه در زمینه طراحی و توسعه فناوری‌های نوآورانه فعالیت کردند و به گفته خودشون اختراع براشون تنها به معنای ساخت یک ابزار جدید نیست، بلکه تلاشی هست برای شکل دادن به آینده‌ای بهتر و معنادار برای جامعه. یکی از اختراعات جالب توجه ایشون کفش‌های ویژه‌ای هست که به انسان امکان راه رفتن روی آب رو میده. یک فناوری منحصر به فرد در سال 2008 که قابلیت حفظ تعادل و پایداری روی سطح آب رو فراهم میکنه. مهندس محسن بهمنی در طول سالهای متفاوت، در واقع من باید بگم، فعالیت خودشون تونستن موفق بشن که جوایز بین‌المللی متعددی رو از آن خودشون بکنن، از جمله مدال‌های طلا در رومانی و بروکسل در سالهای 2008 و 2009، مدال نقره در مسکو در سال 2008، مدال برنز در لندن در سال 2007 و عنوان بهترین مخترع ایران و قهرمان ملی اختراعات در سالهای 2008 و 2009. در ادامه گفتگویی خواهیم داشت با ایشون درباره آخرین اختراعشون که اخیراً در اروپا به ثبت رسیده، نوآوری که میتونه جهان ما رو به ویژه در حوزه پهپادها و سامانه‌های پیشرانش تغییر بده. سیستمی که میتونه با مصرف کمتر انرژی و یا سوخت مدت زمان پرواز پهپادها رو به طور چشمگیری افزایش بده و در این حال ابعاد اونها رو برای استفاده در اماکن و مسیرهای تنگ و باریک کوچکتر بکنه. آقای محسن بهمنی، بسیار خوش آمدید به برنامه امروز. سلام و درود به همه دلهای روشن، به همه آدم‌هایی که هنوز به رویاهاشون باور دارند، به همه شنونده های نازنین. من محسن بهمنی با دلی پر از عشق و فکری سرشار از ایده اومدم تا از دنیایی بگم که میتونیم با هم بسازیم، دنیایی پر از حرکت، نور و امید. امروز اینجا هستم تا بهتون یادآوری کنم که هر کدوم از ما یه جرقه کوچیکیم در آسمون بزرگ تغییر. شاد باشید، بدرخشید و یادتون نره آینده از همین لحظه یه لبخند شما شروع میشه. من در خدمت شما هستم. پس آقای مهندس بهمنی نه تنها مخترع هستین، به نوعی میتونم بگم طبع شاعرانه هم دارین. من با این نحوه برخورد شما آشنا نبودم، بسیار برام جالب بود طرزی که خودتون رو معرفی کردین به شنوندگان عزیز ما امروز. بزرگوارید شما. خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما هستم. به هر حال وقتی که به عنوان یک ایرانی سالهای دور از وطن باشیم و برای ایرانی‌ها بخوایم صحبت کنیم و تو جمع ایرانی‌ها باشیم باعث افتخار هست و خیلی خوشحال میشم که با تمام توان، با تمام انرژی بتونم این آینده‌ای که قرار هستش که با هم دیگه رقم بزنیم و با بهترین نحو رقم بزنیم. امیدوارم. بله، منم خوشحالم که میتونم سهمی داشته باشم در این معرفی و اختراعات بسیار جالبی که شما داشتید به عنوان یک ایرانی که واقعا باعث افتخار تمام ایرانی ها میشه. میدونم که قراره که صحبت امروز راجع به آخرین اختراع شما باشه، همون سیستمی که باعث میشه که بسیاری از موتورها و به ویژه پهپادها بتونن هم زمان بیشتری رو، عملی رو که به عهده دارن و مسئولیتی رو که به عهده دارن عملیاتشون رو طولانی تر انجام بدن و در این حال در خیلی هم حجم کوچیکتری رو دارن. ولی برام جالبه که راجع به این کفشایی هم که در سال 2008 اختراع کردید و این توانایی رو به انسان میده که روی آب راه بره کمی صحبت بکنید، خیلی کوتاه اگر ممکنه. بله، خواهش میکنم.
بله، همونجوری که شما فرمودید تو سال 2008 موفق شدیم floating shoes for maintaining balance on walking on water، یعنی کفش‌های شناوری که این قابلیت رو به انسان میداد که بخواد روی آب حرکت کنه به ثبت رساندیم و مدال‌ها و افتخارات زیادی رو توی بازه زمانی که توی مسابقات و نمایشگاه مختلفی در دنیا شرکت کردیم دریافت کردیم و یه افتخار ویژه میتونم با شما در اشتراک بذارم که احتمال داره شما بدونید که آلن دوباتن، فیلسوف و نویسنده برجسته جهان، به کارهای منم توجه ویژه‌ای داشت و تو سال 2009 توی کتابش The Pleasure and Sorrows of the World از کفشایی که روی آب راه میرن تا سیستم‌های پیشران نوآورانه برای پهپاد و وسیله‌های پرنده که در حال حاضر ما انجام دادیم، این اختراعی که در حال حاضر قرار هست باهاش صحبت کنیم و ماشین‌های پرنده، در ارتباط با پروژه ما یادآوری کرده و اونا رو بخشی از مسیر بی‌پایان انسان به سوی نوآوری دونسته. این تقدیر انگیزه برای ادامه مسیر خلق فناوری‌هایی که زندگی انسان رو بهتر و آینده‌تر روشن می‌کنه. همونجور که فرمودید اختراع کفش‌ها یه سرآغاز دیدگاه ما بود که ما چجوری میتونیم از ایده به واقعیت بپردازیم. یعنی وقتی که شما یه ایده رو توی ذهنتون به عنوان یه ایده پردازش میکنید، از زمانی که ایده رو توی این پروسه زمانی به نتیجه و سرانجام میرسونید تا زمانی که به پتنت و اختراع ثبت میشه و وقتی که شما اون پتنت و دستاوردتون رو به فروش میرسونید، باعث میشه که یه دیدگاهی باشه نسبت به حل مشکلاتی که شما قرار هستش که نسبت به آینده به چه صورت باز اندیشی کنید. یعنی چیزی که من میتونم به شما بگم این هستش که ما به این دیدگاه رسیدیم اختراع کردن یعنی باز اندیشی درباره آنچه که ممکن هست. یعنی من به این دیدگاه رسیدم بعد این همه سال. بسیار عالی. من فقط اینجا برام یه سوال پیش اومد با توجه به اینکه این اختراع در سال 2008 به ثبت رسیده، درسته؟ درسته. یعنی حدود 17 سال ازش میگذره و یک سال بعدش هم همچین شخصیتی آلن دوباتون اونو ریکگنایز کرده، توی کتابش راجبش نوشته. ولی بعد از گذشت 17 سال خود من تا امروز راجب همچین اختراعی نشنیده بودم. حالا البته من نمیگم که ادعایی ندارم در این که همه اختراعات رو ازش آگاهم، ولی همچین اختراعی در این سطح باید حداقل کارآمدش به خصوص در ارتش راجبش صحبت شده باشه، باید خیلی شناخته شده تر از این باشه. چطور است که آیا من اشتباه میکنم؟ من جز به افرادی هستم که از همچین چیز پدیده‌ای به این بزرگی بی اطلاع بوده، یا اینکه واقعا در سطح جهانی هنوز همچین اختراعی در این سطح گسترش پیدا نکرده و مردم ازش آگاهی ندارن؟ شما حق دارید. البته بعضی اختراعات وجود دارند وقتی که شما پتنت میکنید و به مرحله تولید میخواد برسونید، قبل اینکه بخواد به تولید برسه اسپانسرینگ میان یا یه شرکت هایی میان که اون پروژه رو اوبانیمن میکنن یا میخرند. وقتی که شما میید پروژه رو به هر شرکت یا ارگانی میفروشید دیگه اجازه رسانه‌ای کردن رو ندارید. البته تو سال 2008 شبکه‌های اروپایی مثل RTL، آنتنا 3 اسپانیا، RTL سوئیس و آلمان در ارتباط با این پروژه یه جوری میشه گفتش که همه‌گیر شد و پروژه رو آورد روی سایتشون، روی تلویزیون مصاحبه داشتیم و مجلات مختلف اروپایی رو شامل شد. ولی چون ما یه قراردادی داشتیم که اجازه دیگه نداشتیم بیشتر در مورد اون پروژه صحبت کنیم، به خاطر این ما دیگه دلیل نمیدیدیم که بخوایم خیلی رسانه‌ای بکنیم. و وقتی که شما یه حریم خصوصی برای خریدار قائل هستید دیگه به طبع نیاز نیستش که آدم بخواد اطلاعات محرمانه رو پخش کنه. بله، من فقط نگرانیم از این هست که از جمله اختراعاتی هست که به نفع بشریت هست اما به ضرر بعضی از قدرتمندها، حالا میتونه ضرر مالی باشه یا ضرر این باشه که قدرت رو از دست بدن و شاید جلوی گسترشش رو گرفتن. امیدوارم که اشتباه بکنم، ولی متاسفانه خیلی چیزا رو این روزها میشنویم، از درمانهای متفاوت گرفته برای بیماری ها تا اختراعات متفاوت که میتونه مثلا جایگزین مصرف نفت و بنزین باشه.
هنوزم نمیدونیم که آیا واقعیت داره هم چیزی اختراع شده جلوش رو گرفتن یا اینکه فقط یک شایعه است. اما بپردازیم به اختراع آخر شما که من امیدوارم به زودی مثل بمب توی دنیا صدا بکنه و همش بتونن همه بتونن در راههای مثبت و خوب ازش استفاده بکنن. مثلا همین که مصرف انرژی رو پایین میاره، همین که حجم بسیار کوچکتری داره. مثلا حدس من اینه که اگر جایی زلزله اتفاق بیفته و بخوان امداد رسانی بکنن و دنبال قربانیان میگردن، با استفاده از اختراع شما بتونن پهپادها و درونها رو به خیلی جاها بفرستن و متوجه بشن چه کسایی زنده هستن و اونا رو خیلی سریعتر نجات بدن. ولی مایکروفون رو به قول معروف میسپارم به خود شما که صحیحتر و دقیقتر راجع به این اختراعتون توضیح بدید. حتما. البته اگه اجازه بدید یه فیدبکی بزنم به تیم جدید ما که تیم کاملا نوابغی هستن که گروه تیم جدید ما در آغاز یه سفر هیجان انگیز قرار داره. با انرژی تازه، تفکری نوآورانه و تخصص متمرکز ما فناوری‌هایی توسعه میدیم که نه تنها امروز کارآمد هستند بلکه آینده رو به طور فعال شکل میدن. هدف ما باز تعریف حرکت و جابجایی آرام، پایدار و خودران، همونجوری که شما فرمودید. ما بر روی پلتفرم‌های پروازی راه‌حل‌های هوشمند محرکه و سیستم‌های بدون انتشار آلاینده تحقیق می‌کنیم، سیستم‌هایی که زندگی مردم رو بهبود می‌بخشه و افق‌های جدیدی رو می‌گشاید. همراه با همکار عزیزم مهندس وفایی یک سیستم پیشرانش انقلابی برای پهپادها و وسیله‌های پرنده طراحی رو ساختیم که برخلاف ملخ‌ها و موتورهای سنتی، سیستم ما از چندین ایمپلر کوچیک و سنسوردار تشکیل شده که در یک مسیر بسته یا ترک لوپ شروع می‌کنه حرکت کردن و رانش دقیق، کارآمد و ایمن ایجاد می‌کنه. این فناوری پرواز وسیله‌های پرنده و ماشین‌های پرنده رو طولانی‌تر با طراحی جمع و جور به همراه مصرف سوخت بسیار کم و فوق‌العاده کم صدا و عملکرد شهری رو ممکن می‌کنه. حتی در کوچه‌ها و فضاهای محدود شهرها مورد استفاده قرار می‌گیره. این اختراع ما کاملا مطابق با قوانین فیزیک، مخصوصا قانون 3 نیوتن عمل و عکس عمل وجود داره هستش. تصور کنید، برای اینکه یه مثال من برای شما در نظر بگم که شاید شنونده ها خیلی قشنگتر بتونن درک کنند یا تجسم کنند این سیستمو. یک مریضی توی یک کوچه کاملا باریک بر اثر یه حمله قلبی خورده زمین و نیاز به آمبولانس داره، نیاز به امرجنسی ساپورتینگ داره. خب مطمئنا هیچ ماشینی توی این خیابون کوچیک یا کوچه باریک نمیتونه وارد تردد بشه چون که عرضش خیلی کوچیکه. از اون ور پهپادهایی که در حال حاضر وجود دارند به هیچ عنوان این قابلیت رو ندارن که عملیات امداد و نجات رو انجام بدن، چون حجم پروانه هاشون، حجم پروپلرهاشون که میخوان لندینگ کنن یا تیک آف کنن بسیار بزرگ هستش. یعنی چنین تکنولوژی تا الان که دارم با شما صحبت میکنم وجود نداشته و نداره. ولی توی سیستم ما میایم با یه عملیاتی که با این سیستم انقلابی یا این سیستم پیشرانش انقلابی که ما ایجاد کردیم که میتونیم تو سیستم پهپادها، وسیله‌های پرنده، ماشین‌های پرنده که قرار هستش که نسل جدید ماشین‌ها رو قرار بگیره و همچنین هلیکوپتر، هواپیما، وزیردری و هر سیستم ناوگانی که بخواد به حرکت در بیاد، حتی ماشین‌های عادی، این سیستم میتونه جایگزین بشه و به صورت کاملا میلیمتری فرود میاد، بیمار رو برمی‌داره و مستقیم به بیمارستان میبره، چیزی که با طراحی سنتی به هیچ عنوان ممکن نیست. این تنها یک مثال کاربردی واقعی فناوری ما. در اصل ما میتونیم بگیم ما فقط هوا رو جابجا نمی‌کنیم، ما آینده حمل و نقل شهری رو شکل میدیم، بی صدا، جمع و جور، بدون آلایندگی و ایمن، قابل توسعه از پهپادهای کوچیک، نجات تا شاتل‌های بزرگ، تحویل شهری، با تعامل شهرها با تحرک هوایی. خب همونجوری که خودتون تو جریان هستید، تو سالهای اخیر میلیاردها دلار در فناوری‌های پهپاد مبتنی بر ملخ و پروپلر سرمایه گذاری شده. با این حال کاربردهای شهری اغلب به دلیل محدودیت فضا، صدا، ایمنی
و زمان پرواز محدود با شکست مواجه شده. ولی تو سیستم ما تمام این شکست ها تبدیل میشه به نقطه قوت. یعنی توی سیستم ما یه انقلابی شده، توی سیستم پیشرانشی یه انقلابی وجود داره که شما میتونید این سیستم رو وصل کنید، کوپر کنید یا وصل کنید به هر وسیله‌ای و بخواید به حرکتش در بیایید. در کنار اینکه انرژی سیوینگ داریم، در کنار اینکه سایز به صورت وحشتناک کوچیک کردیم، انرژی سیوینگ رو بالای 50% انرژی سیوینگ داریم توی این سیستم و صدا و نویز و ویبراسیون رو به حداقل رسوندیم و به قول گفتنی ها یه انقلابی هست، همونجوری که خدمتتون گفتم، در صنعت جابجایی و حرکت هر وسیله‌ای که بخواد به حرکت در بیاد. و ما هم و تیم ما، همکار من آقای وفایی و من، همیشه وقتی که ما و تیممون اختراعاتی رو داریم انجام میدیم، بر این باوریم که بخواد اختراعات در مسیر درست استفاده بشه و ما هم مطمئناً برای اینکه بخوایم یه آینده و آرامشی رو در جامعه داشته باشیم این اختراعات رو انجام میدیم. بله، امیدوارم اتفاقی که برای انیشتین افتاد برای شما نیفته که میگفت کاش این اختراع رو هیچ وقت نکرده بودم. اول از همه از اونجایی که خواستین که نام همکار عزیزی که شما رو همراهی کردن در این اختراع گفته بشه، فرمودین مهندس وفایی. اگه دوستانی اسم کوچیکشون هم منشن بکنین که عزیزان بهتر بتونن ایشون رو بشناسن. بله مهندس، دوست عزیز و همکار عزیز مهندس حسین وفایی هستش، همکار من توی این پروژه که پروژه‌ای هستش که زمان بسیار بسیار زیادی رو توی تیم ما صرف کردیم برای این پروژه، ولی با موفقیت فوق‌العاده‌ای، با موفقیت چشمگیری همراه شد و بسیاری از پروفسورهایی که دانشگاه‌های الیت دنیا با ما در ارتباط هستن و تیمی که ما داریم، سوا بر مهندس عزیزمون، تیمی که داریم افراد نابغه و الیتی هستن که کنار هم جمع شدیم و داریم قوانین و یعنی نحوه حرکت رو دوباره باز اندیش میکنیم، یعنی به نوعی یک جور دیگه داریم نگاه میکنیم نسبت به حرکت. عالی. ما یه جمله کلمه ایرانی هم استفاده کنیم. ما یه جمله داریم motion reinvented movement reinvented. این جمله هستش که ما میخوایم رگنش کنیم، یعنی حکاکیش کنیم که یک بازنگری باشه توی سیستم های حرکت. انشالله. من میخوام فقط یه توضیح بدم از چیزی که متوجه شدم از توضیحات شما، یعنی به زبون خودم میخوام بگم که اگر که اشتباهی بود خواهش میکنم که حتما منو تصحیح بکنید. تصوری به من داد از این اختراع که مثلا در آینده بسیار نزدیک به جای اینکه الان مثلا اوبر ایت هست یا دوردش هست که زنگ میزنن یا روی تلفن از اپلیکیشن ها غذا اوردر میدن، به زودی درون یا یه پهپاد غذا رو برای من دیلیور میکنه و یا خیلی چیزای دیگه، نامه و پست و اینا رو به جای پستچی فکر میکنم که این پهپادها بتونن به راحتی نامه ها رو برسونن به افراد. یا اینکه فرمودین که اگه کسی مثلا در یک جایی باشه که خروج و ورود آمبولانس غیر ممکن باشه، پهپاد میتونه بره به راحتی اون شخص رو بلند کنه و به بیمارستان برسونه. و حالا جدا از این که خدمات درمانی ارائه میشه به فردی که نیازمند هست، منو یاد اون زمانی انداخت که گفتن به زودی همه آدم‌ها یه وسیله خواهند داشت که خودشون میتونن پرواز کنن، یعنی به جایی که ما بشینیم پشت اتومبیل و از جاده استفاده بکنیم برای نقل و انتقال، با استفاده از اون حالا پهپاد یا درونی که هست به خودمون میبندیم و هر جایی که میخوایم میتونیم خیلی سریعتر و بدون ترافیک، البته موقع فکر کنم ترافیک هوایی خیلی بیشتر بشه، به جایی برسیم. آیا برداشت من درست هست از این اختراع شما یا نه؟ بله، 100% برداشت شما درست هستش. همونجوری که گفتم خدمتتون، این سیستم یه سیستم انقلابی هست تو صنعت جابجایی. شما هر وسیله‌ای رو توی هر معیاری، توی هر دیمنزیونالی، یعنی توی محور X, Y, Z، توی ارتفاع ایروسپیس، توی ماشین در حالت عادی ماشینی و زیر دریا و زیر زمین، میتونید از این سیستم استفاده کنید با یه سری مزایایی که کنارش هستش. یعنی دیگه ما پروپلر یا پروانه نیاز نداریم که توی سیستم داشته باشیم. الان
در حال حاضر مشکل تمام پهپادها، مشکل تمام ماشین‌های پرنده که میدونید خودتون شنیدید احتمالاً چندین تا شرکت خودشون رو برشکست کردن به خاطر اینکه حجم بیش از حد پروانه ها هست برای تیکاف. حالا مهندس بهمنی این بار شکر تو کلام شما، برای اینکه مشکل ما در این لحظه این هست که باید بریم سراغ آگهی ها. پس ازتون خواهش میکنم که یادتون نره چی میخواستین بگین، برمیگردیم با هم دیگه گوش میدیم و من فکر میکنم که الان عزیزان خیلی علاقمند باشن که بتونن شما رو همراهی بکنن تو این کار. وقتی برمیگردیم راجع به اونم صحبت خواهیم کرد. دنیای ما، جامعه ما. شنوندگان عزیز، خوش آمدید به قسمت دوم برنامه امروزی ما، جامعه ما. دبی امینی هستم برای شما عزیزانی که در این قسمت از برنامه به ما ملحق شدید و میزبان میهمان عزیز مهندس محسن بهمنی که ایشون مخترع هستند. در سال 2008 اختراعی داشتن کفش هایی که به انسان امکان راه رفتن روی آب رو میده و آخرین اختراعشون که در واقع موضوع صحبت امروز هست نوآوری هست که میتونه جهان ما رو به ویژه در حوزه پهپادها و سامانه های پیشانش تغییر بده. قبل از اینکه بریم سراغ آگهی ها، با توجه به توضیحی که ایشون دادن از این اختراع اخیرشون، اختراعی که جدیداً در اروپا به ثبت رسیده، برای من واقعا این تصور وقتی که فیلم هایی قبلا نگاه کردیم از آینده که درون ها، پهپادها مثلا مسئولیت جابجایی سفارشات ما رو دارن و الان میبینیم که تقریبا هر روز درایورهای UPS و آمازون و فدکس و اینا در خونه ها هستن و دلیور میکنن پکیجا رو، یا کسی مثلا خوراکی اوردر بده براش میرن در خونش. و این تصور برای من به وجود اومد که به زودی با توجه به اختراعی که آقای مهندس محسن بهمنی داشتن به همراه دوستشون مهندس حسین وفایی، تمام این کارها از طریق درون ها انجام میشه و حتی ما انسان ها هم قابلیت پرواز رو خواهیم داشت. تک به تک هر کدوممون میتونیم به تنهایی با استفاده از این درون پرواز کنیم و به مقصد برسیم. ولی توضیحات بیشتر و صحیح‌تر رو داشتن آقای مهندس بهمنی میدادن که من قطعشون کردم، باید میرفتیم سراغ آگهی ها. حالا میخوام ازتون خواهش بکنم که به صحبتاتون ادامه بدید مهندس بهمنی عزیز و بگید آینده به چه شکل خواهد بود با توجه به این اختراع بزرگی که شما اخیراً به ثبت رسوندید. بله خواهش میکنم. داشتم خدمتتون عرض میکردم که در حال حاضر الان پهپادهایی که تو زمینه دلیوری، حالا از غذا گرفته یا هر چیز دیگه‌ای که داره فعالیت میکنه، خب پهپادهای کوچیکی هستش. شما اگر اینو بخواید بست بدید و بزرگش کنید در حد اینکه بخواد یه وزنی رو بلند کنه، در حد 100 کیلوگرم یک انسانی رو بخواد بلند کنه یا یه دلیوری سنگینی بخواد انجام بده، یه حجم بسیار 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 بزرگی باید این پهپاد داشته باشه به واسطه اون حجم هوایی که زیر پروپلر یا پروانه‌اش میندازه تا بخواد بیاد بالا و تراست ایجاد کنه که بخواد انرژی لازم برای جابجایی اون جسم یا اون شخص رو داشته باشه. تو سیستم ما این پروپلر، این پروانه ها هضم میشه، یه سیستم کمپکت شده، کپسل بار یعنی کوچیک شده و بسیار داخل حمل و نقل شهری خیلی راحت تر میشه این سیستم رو استفاده کرد، چون یه سیستمی هستش که سایزش بسیار بسیار کم شده. همونجوری که شما فرمودید این اختراعی که ما انجام دادیم میتونیم تو صنعت‌های مختلف از جمله پهپاد، از جمله ماشین‌های پرنده و هر وسیله‌ای که بخواد به حرکت در بیاد، از جمله نسل آینده هواپیما، هلیکوپتر و تمام وسیله‌هایی که بخواد به حرکت در بیاد رو شامل میشه، با مزایایی که انرژی سیوینگ بسیار بسیار بالای 50% انرژی سیوینگ داریم تو سیستم خودمون. سایز به صورت چشمگیری کاهش پیدا کرده. وایس دیگه به صورت وحشتناکی، چون شما الان فرض کنید با هواپیما حتی میخواید پرواز کنید، اون صدایی که اون توربین ها داره، حالا درسته با شیشه های 2J داره شما دارید گوش میکنید اینا، ولی یه صداهای وایس های وحشتناک زیادی داره به خاطر اون پروانه ها و توربین ها و پروانه ها و پروپلرهایی هستش که وجود داره و نه فقط برای نه فقط برای هواپیماها بلکه برای
پهپادها و ماشین‌های پرنده هم همین صداها وجود داره، ولی تو سیستم ما این وایس به صورت وحشتناک، یعنی به صورت بسیار بسیار پایینی اومده و یه سیستمی هستش که قابل استفاده در داخل شهری هم هستش. بسیار عالی. من امیدم به همین است که واقعا در سیستم شهری استفاده بشه، برای اینکه خب توضیحاتی که شما میدین امیدوارم که استفاده نشه، ولی به نظر میاد که توی سیستم های جنگی هم بسیار بسیار پیشرفته استفاده بشه با توجه به اینکه صدا کم میشه. ولی امیدوارم که صلح به زودی در تمام دنیا برقرار باشه و هیچ کشوری علاقه نشون نده که اختراع شما رو در سیستم های جنگی یا مبارزه استفاده بکنه. بفرمایید. خواهش میکنم. همونجوری که خدمت عرض میکردم، هدف ما روشنه. آینده‌ای بسازیم که در آن حرکت در شهرها سریع، ایمن، هوشمند و پایدار باشه. بر طبق گزارش خبرگزاری‌های بلومبرگ، بازار ماشین‌های هوایی تا سال 2040 حدود $1 تریلیون تخمین زده شده. بازار ماشین‌های هوایی یا تاکسی‌های هوایی تا سال 2048 تقریباً $16 تریلیون تخمین زده شده. یه بازار بسیار 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 بزرگ و بی‌نهایت بزرگی رو شامل میشه. در صورتی که بازار ماشین‌هایی که الان سوار میشیم شامل تمام ماشین‌هایی که موجوده در جهان، شامل تقریباً $4.5 تریلیون در حال حاضره، از BMW، بنز، پورشه یا هر ماشینی که در دنیا وجود داره. میخوام فقط بهتون خدمتتون عرض کنم که این بازاری که در آینده نزدیک قرار هستش که پیش رو داشته باشیم، یه بازار وحشتناک بزرگی هست که ما میتونیم با سیستم خودمون و با تعریف دقیق حرکت میتونیم این بازار رو احاطه کنیم با اختراعی که ما اعمال کردیم در جهان. پس یعنی به زودی وارد بازار سهام میشه و مردم میتونن روش سرمایه گذاری هم بکنن. هدف ما دقیقاً به همین صورت هستش. ما دیدگاه‌های بسیار بزرگی رو داریم. 100% ما به دنبال آینده پردازان، سرمایه گذاران، پژوهشگران و برنامه‌ریزان شهری هستیم که میخوان بخشی از این تحول باشن. مطمئناً یه چشم‌انداز بسیار بسیار بزرگی رو ما توی تیممون داریم و امیدوار هستیم در کنار افراد دانشمند و افرادی که قدر ارزش علم رو میدونند، کانسلینگ میتونن بکنند، ساپورت کنند و بیان کنار هم و بتونیم با هم پرواز کنیم. در جهانی پر از ملخ‌ها ما سکوت می آوریم، در جهانی پر از خطرات ما ایمنی می آوریم، در جهانی پر از محدودیت‌ها ما فضا و آزادی میاریم. بیاییم با هم پرواز کنیم، نه بر فراز بام‌ها بلکه در قلب شهرهای ما با دقت، آرامش و انسان دوستی. انشالله واقعا ما انسان دوستی. خب به چه صورت هست حالا که صحبتش پیش آمد، مثلا اگر یه نفر بخواد با شما در سود این اختراع همراه بشه، الان باید چه کار بکنه؟ لازمش چیه؟ به کجا باید مراجعه بکنه؟ چقدر سرمایه گذاری بکنه که بعد که شما به سوداوری میرسین بتونه بهره ببره از این کارش؟ بله خواهش می‌کنم. البته من بهره که حرف میزنم، بهره فقط منظورم این نیست که خب وقتی که خدمتی به جامعه میشه خودش بهرهش توشه. من دارم راجع به واقعا بهره مالی صحبت میکنم. بله خواهش میکنم. ما در حال حاضر راه‌های ارتباطیمون رو فعال کردیم، چون ما خودمون نمیخواستیم اختراعمون زیاد پخش بشه، ولی در این ماه از تقریبا 1 هفته هستش که ما تصمیم گرفتیم که این اختراع باید در حال حاضر در دنیا پخش بشه و چندین خبرگزاری هم خودتون شاید تو جریان باشید که از ما مصاحبه لایو گرفتن. ما راه ارتباطی اونو به واسطه وبسایت اصلیمون باز گذاشتیم که www.mohsenbahmani.com، یعنی وبسایت شخصی خودم هست و در قسمت پایین پلتفرم ها از جمله اینستاگرام، لینکدین، یوتیوب و پلتفرم های مختلفی رو ما تعبیه دادیم. به علاوه ایمیل های 3 ایمیل در دسترس هستش که میتونند افراد و دوستداران و سرمایه گذاران مستقیم با ما در ارتباط باشند. این که بر چه اساسی و با چه بیزنس پلنی ما داریم میریم جلو بر طبق دیدگاه جهان هست. یعنی ما میتونیم دیدگاهمون رو نگاه کنیم فقط تو قالب پهپاد، میتونیم نگاه کنیم در قالب ماشین های پرنده، میتونیم نگاه کنیم توی زمینه ایروسپیس، هوافضا، توی زمینه
نسل جدید سیستم های هواپیما و هلیکوپتر یا حتی زیر دریا و یا حتی ماشین هایی که میخوان به حرکت در بیاین. بنابراین دیدگاه کاملا دیدگاه بازی هست، بسته به افراد و اسپانسرینگی داره که دور و بر ما هستن و دوست دارن این پلتفرم به چه صورت، این سیستم انقلابی به چه صورت وارد بازار بشه. مطمئنا ما دروازه حمایت ها از افراد مختلف به روی ما الان باز گذاشتیم که خوشحال میشیم، استقبال میکنیم که بتونیم میزبان باشیم توی این مسیری که داریم میریم، کنار هم بتونیم یه تحول بسیار بسیار مثبتی رو در جهان داشته باشیم. بنابراین تمام افرادی که دوست دارن با ما در ارتباط باشن از راه ارتباطی وبسایت شخصی خود بنده mohsenbahmani.com میتونن مستقیم با من در ارتباط باشن، با تیم ما در ارتباط باشن. افرادی هستن که جوابگو هستند، از هر جای دنیا بخواند با ما در ارتباط باشن و ما استقبال گرم میکنیم و امیدوار هستیم که بتونیم این مسیری که داریم در صلح، آرامش و انسان دوستانه استفاده بشه و بتونیم به عنوان یک نمادی از یک ایرانی موفق، اگرچه الان یعنی آلمانی هم هستیم ولی ایرانی آلمانی یا همون ایرانی که ما به ایرانی بودن اون باید ببالیم، بتونیم این نماد رو در دنیا رایگان کنیم یا حکاکی کنیم و خوشحال باشیم که این اختراع به صورت پایدار به عنوان یک اختراعی هستش که در دنیا ثبت شده و داریم میریم جلو که بتونیم این نمونه اختراعاتمون رو به زودی در دسترس بشر و انسان ها قرار بدیم انشالله. پس برخلاف اختراعی که در سال 2008 داشتین، اون کفش هایی که قابلیت راه رفتن روی آب رو میده و اون رو گفتین که اصلا واگذار کردید به شرکت هایی که از شما خریدنش و دیگه بعد از اون حتی نمیخواستین ببینین که، یعنی درست نبود که بخواین دنبالش برین و ببینید که چرا گسترش پیدا نکرده. اینو در حیطه اختیارات خودتون نگه می‌دارید و مردم میتونن بیان با شما همکاری بکنن، سرمایه گذاری بکنن در هر زمینه‌ای که دوست دارن، زمینه‌ای که فکر میکنن که سودآورتر باشه، با شما همکاری بکنن و خود شما این تصمیمو دارین که با اشاره هم کردین که رسانه‌های مختلف مثل بلومبرگ، من میدونم که با اونجا مصاحبه‌ای داشتید، از طریق اونها کار گسترش اطلاع رسانی درباره این اختراع رو به دنیا برسونید. درسته؟ بله درست هستش. همونجوری که شما فرمودید و خدمتتون عرض کردم، ما داریم مسیری رو میریم که دوست داریم این صلح در دنیا پایدار بمونه. نیاز نمیبینیم خودمون رو درگیر حواشی بکنیم و دوست نداریم خودمون رو درگیر حواشی کنیم. بنابراین دوست داریم افرادی که دوست دارن، واقعا علاقه دارن به بشریت و دوست دارن توی این مسیر ساپورت کنن ما رو، کنار هم بتونیم این پتنت، این اختراع رو به مرحله ظهور برسونیم و بتونیم تو سکتورها، بخش‌های مختلف استفاده کنیم، مخصوصا ماشین‌های پرنده، مخصوصا پهپادها برای امداد و نجات. و این سیستم رویکرد و دیدگاه ما هست که بتونیم یه مشکلی رو از جامعه برطرف کنیم، نه اینکه بخوایم یک مشکل دیگه رو اضافه کنیم به جوامع و بشریت. بله واقعا انشالله که مشکلات حل بشه و جامعه و بشریت همچنان رو به بهبودی بره. آقای مهندس بهمنی، اشاره داشتید به همکارتون آقای مهندس وفایی که کمک کردن به شما در زمینه این آخرین اختراع. آیا موقعی که کفش ها رو اختراع کردینم همکاری داشتید که شاید لازم باشه اینجا نامشون ذکر بشه؟ این نکته بسیار قشنگی اشاره کردید. من جا داره از برادر عزیزم مصطفی بهمنی که مهندس ارشد متالورژی بودند و هستند واقعا صمیمانه تشکر کنم که توی پروسه‌ای کنار من بودند و با همون اختراع تونستیم به موفقیت برسونیم و ایشون مثل تمام اعضای خانواده خودم، مادر و پدر عزیزم و خواهران خودم کنار ما بودند و تونستیم این پروژه رو به بهترین مرحله برسونیم با جوایز مختلف و بعد از که به موفقیت رسید و تونستیم به فروش برسونیم دیگه این مثل این که یک بچه شما
دارید و میدونید که به اندازه کافی ساپورتش کردید، دیگه وارد جامعهش میکنید. خیلی خوشحال هستیم که اون قضیه به پایان رسید و الان تو این سیستم جدید، تو این اختراع جدید، همونجوری که خدمتتون عرض کردم، مهندس حسین وفایی، دوست صمیمی عزیز و همکار من، که قرار هستش که این سیستم رو به عنوان سیستمی که سیستم پیشرانش انقلابی در دنیا به جامعه بشریت انتقال بدیم و برای مردم بشریت در اساس قرار بدیم و این باعث افتخار ما هستش و تیممون. آیا اختراع دیگه‌ای به غیر از این دو مورد، البته خودش هر کدوم به تنهایی اختراع واقعا بزرگی است، ولی خب میخوام بدونم آیا اختراعات دیگه‌ای هم در کنار این دو اختراع داشتید؟ برای اینکه یکی از جوایز شما برمیگرده به سال 2007، قبل از این بوده که اصلا این کفش‌ها اختراع بشه. آیا اختراع دیگه‌ای داشتین در اون زمان یا نه؟ البته ما اختراعات تقریبا 9 تا اختراع تا الان ثبت شده داشتیم، ولی جایزه 2007 مربوط به کفش‌های، همون کفش‌های اسکی روی آب میشه، چون تو دو قالب توی 2 اختراع 2 پتنت شده بود. یکی تو سال 2007، یکی تو سال 2008 تکمیل شدهش که تو سال 2008 بعد تکمیل شده مرحله دوم اجرایی دیگه به فروش رفت، یعنی تو سال به عنوان 2 تا پتنت ثبت شده بودش. بسیار پس حالا یه اشاره کوتاهی خیلی سریع اختراعات رو بگین، 9 تا رو تا جایی که یادتون میاد. واو اگه اجازه بدید فعلا روی همین دوتا بمونیم، چون بسیار بسیار بعضی موقع ها شما توی تیمتون یه پتنت هایی انجام میدید که متاسفانه ما توی آلمان داریم زندگی میکنیم، یه سری امتیازه از آدم گرفته میشه. هر چقدر که ما مخترع باشیم، وقتی که یه سیستمی رو دادیم ارائه دادیم دیگه متاسفانه نمیشه، چون شراکت داشتیم توی اون سیستم ها. شخص خودم تنهایی نبودم و شریک دولتی داشتیم. به خاطر این اجازه بدید روی همین دوتایی که روی خودمون هستش بمونیم. حتما یه سوال دیگه که برای من پیش اومد، اشاره فرمودین که آلن د بوتون در کتابش راجع به اختراع شما صحبت کرده. این آقا فیلسوف هستن و بعد چجوری ارتباط پیدا کرد یک شخص فیلسوف بیاد انقدر علاقه نشون بده راجع به اختراع شما و اصلا درگیر اختراعات شما بشه، با شما بخواد مثلا نمیتونم بگم همکاری داشته باشه، ولی شما رو به نوعی معرفی بکنه و حمایت بکنه از شما؟ بله خواهش میکنم. آلن د بوتون فیلسوف و نویسنده برجسته جهان هستند که من فکر میکنم خیلی از ایرانی ها و خارجی ها فکر میکنم کتاب های برجسته ایشون رو مطالعه کرده باشن. ایشون تو سال 2008-2009 فکر میکنم، میگم اون زمان چون ایشون توی انگلیس زندگی میکنن مرجعشون و اختراع من توی انگلیس هم مدال آورده بود، فکر میکنم از این طریق با اختراع من آشنا شده بود و در ارتباط با ما کتابی نوشته بود و بعد اینکه این سری جدید اختراع ما دقیقاً 2 هفته پیش وقتی که رسانه‌ای شد و شروع شد بازتاب پیدا کردم و ایشون با خبر شد، طی تماسی با من از من اجازه گرفت که دوباره توی سری جدیدش اختراع جدیدی، کتاب جدیدی که قرار هست چاپ بشه که چاپ کردن، اختراع جدیدمون و وبسایت شخصیمون رو تبلیغ کردن و ایشون دیدگاهشون این بود که ما ترکیبی از تخیل و واقعیت رو با هم میکس میکنیم و اختراعات رو به واقعیت، یعنی از رویایی که میتونه تخیلی باشه تا به واقعیت بپیونده، به عنوان سختی ها و لذت های کاری توی قالب کتابشون ارائه دادن و این باعث افتخار بنده بود که وقتی که یه چنین دانشمند، فیلسوف و نویسنده برجسته تو دنیا به این جانب یه نگاه ویژه‌ای داشته و اسم شخص بنده و تیم من و اختراع اولم فلوتینگ شوز و کفشایی که راه حرکت میکنن و همین اختراعی که سیستم های پیشرانش هستش رو توی کتابشون بیان کردن و باعث خوشحالی واقعا بیش از حد این جانب شد که فهمیدم که هر چقدر شاید اختراعات یه سری افراد یا یه سری ارگان ها نخواند یه سری اختراعات
پابلیک بشه، توی جامعه پخش بشه، ولی یه سری دانشمندان و فیلسوفا یه نگاه‌های ویژه‌ای دارند که هیچ وقت نمیتونن به واقعیت چشماشون رو ببندند و این باعث میشه که ما برای مسیری که داریم، با یه مسیری که داریم، با یه انگیزه بیش از حدی این مسیر رو بریم جلوتر و یه انرژی فوق‌العاده وحشتناک یعنی فوق‌العاده خوبی رو توی سیستم خودمون حس میکنیم و افرادی مثل آلن دبوتون و کسای دیگه‌ای که ما رو ساپورت میکنن، چه با جملاتشون چه با کلماتشون، و همچنین شما رسانه عزیز ایرانی که تو خارج از کشور فعالیت میکنید، باعث افتخار ما هستش که با هم صحبت میکنیم و باعث میشید که اختراع ما تو دنیا شنیده بشه. 100% امیدوارم که پس از شنیده شدن واقعا به معروفیتی که شایستش هست برسه و همه شما رو به عنوان مخترع بارز ایرانی که تونستی تغییر اساسی در علم به وجود بیارید و جامعه به خوبی بشناسن و اسمتون همیشه شناخته شده بمونه. باز هم میخوام ازتون تشکر بکنم از وقتی که به ما دادید. با اختلاف ساعتها مشکل بود که بتونیم شما رو داشته باشیم امروز در برنامه. خوشحالم که قبول کردید و میهمان برنامه بودید. درود بر شما و تمام شنونده های ایرانی و دوست داشتنی هر جای دنیا که هستند. آرزوی قلبی ما آرامش و صحت و سلامت و لبخندی هستش که بر لبهای زیبایشون هستش و امیدواریم همونجوری که همون اول جمله‌ام گفتم دنیای پر از حرکت، نور و امید و به زودی شاهد باشیم. امیدوارم. دوستان عزیز، همگی شما عزیزان رو تا هفته آینده به خدا میسپارم. روز خوش و خدا نگهدار.